گوسفند در دنیای واقعی حیوانی مظلوم که گوشت آن حلال و جزء غذاهای واجب برای رشد و تقویت بدن است. به طور کلی دیدن آن در خواب نیکو و مبارک و نشانه رزق و روزی فراوان است. در ادامه همراه باشید و اگر از این تعبیر خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب از کانال تعبیرستان حمایت کنید. تعبیر خواب یک گله گوسفند. در صورتی که یک گله گوسفند در خواب ببینید، ذهنیت شما تغییر کرده و موجب موفقیت و پیروزی شما خواهد شد. تعبیر خواب خوردن گوشت گوسفند. اگر در خواب ببینید که گوسفند میخورید، یعنی دشمنان قدیمی شما با حسرت در حال رصد کردن زندگی و موفقیت‌های شما هستند. حواستان را جمع کنید. تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند. اگر خواب ببینید این حیوان را قربانی یا ذبح کرده اید، اگر بنده باشید آزاد خواهید شد و اگر آزاد هستید به نوعی خلاصی و رهایی دست خواهید یافت. نشانه دیگر این خواب می تواند این باشد که بیننده خواب حج واجب به جا خواهد آورد. به طور کلی قربانی کردن گوسفند نشانه ایمنی، گشایش و رهایی از طعناست. تعبیر خواب گوسفندان در چراگاه. دیدن گوسفند در چراگاه در عالم خواب دارای معانی مثبت و خوبی است. این خواب آینده‌ای پر از سلامتی و خوشبختی را برای شما و نزدیکانتان از جمله خانواده و بهترین دوستان پیش بینی می‌کند. تعبیر خواب پشم گوسفند. دیدن خواب پشم گوسفند نشانه ای از بهبود وضعیت مالی در زندگیتان است. ممکن است به زودی ترفیع درجه بگیرید و منبع درآمد جدید پیدا کنید یا بتوانید بودجه تان را بهتر از قبل مدیریت کنید. تعبیر خواب پوست گوسفند. به طور کلی پوست گوسفند در عالم خواب به عنوان یک نماد مثبت تعبیر می شود. این خواب بازتاب جایگاه شغلی مناسبی است که فرصت‌های لازم را برای رشد فردی در اختیارتان قرار می دهد. تعبیر خواب به دنیا آمدن گوسفند. نشانه به خطر افتادن آینده بیننده خواب است. به تعبیر دیگر می توان گفت این خواب نشان از فردی دارد که می خواهد ایده های خود را به گونه‌ای به شما تحمیل کند و یا اینکه شما را از مقام و منصبی که دارید برکنار کند. تعبیر خواب گوسفند مرده. برخلاف اینکه دیدن گوسفند زنده در خواب نشانه خیر و برکت و نعمت می باشد، دیدن مرده آن برای بیننده خواب چندان خوشایند نیست. در واقع دیدن مردار این حیوان می تواند نشان از این باشد که بیننده خواب هیچ پیشرفتی در آینده نخواهد داشت.